ما یه رفیقی داشتیم، اینا تو آپارتمان زندگی میکردن. یه جوجه گرفته بودن، از بچگی نگه داشته بودن، بزرگ شده بود، یه خروس بزرگی شده بود. اومد به ما گفت آقا تو میخوای ماشین بگیری، این خروسه تو آپارتمان سر صدا میکنه، همسایه ها اذیت میشن، اینو تو بگیرش، ماشین تو خریدی خونشو بریز. من اینو آوردم تا مثلا بخوام ماشین رو بیارم یه ماهی طول میکشید، دادم به این پسر همسایه روبرویمون، برام نگرش داره. گفتم حالا بگی باش بازی کن، هر وقت وقتش شد بیام دنبالش میگیرم ازم. اینم گرفت و برد. یه ماه گذشت، ما ماشین رو گرفتیم، رفتیم سراغ این بچه، گفتیم آقا خروس رو به ما بده. دیدیم بغض کرده، اشک چشاش جمع شده که اینو مثلا به من بده و نبرش، نگیر از من. منم دلم سوخت، نگرفتم ازش، دادم بهش، گفتم ببر خودت. این از شوق و ذوق نمیدونست چی کار بکنه. این پرید بالا پایین شادی میکرد، به خروسه میگفت دیدی گفتم نمیذارم بکشنه. گرفت بردش. اینا من فهمیدم اینا با هم رفیق شدن، انگار که من میخواستم رفیق این ازش بگیرم مثلا بکشمش. بعد یه 2 هفته گذشت و دیدم پسر بچه رو، گفتم از خروسه چه خبر؟ گفت همون شب خودمون کشتیم، شام خوردیمش.